الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. در موضوع ادله ها، یعنی که کتاب های ادله در مذهب ابو حنیفه رحمه الله زیاد هستند. چگونه که پرسیده بودن، از جمله اگر نفری که بخواد که از بحث های حدیثی خبردار باشد و از تخریج حدیث های هدایه بخبر باشد، نسب رایه زیلعی هست. کتاب نسب رایه که زیلعی رحمه الله محدث و یکی از بزرگترین علما هستند که آنها نسب رایه دارند، در اون دلیل ها را به تفصیل آوردگی هست. خیلی خیلی عجیب. یکی از عالم های مجتهدین محدثین مشهورترین در تمام عالم اسلام، تمام فرق های اسلامی را قبول دارد، طحاوی رحمه الله. اون کتاب داره به نام معانی الاثار، شرح معانی الاثارش میگن. خیلی خیلی کتاب بزرگ است. در اونجا تمام دلیل ها را در تمام موضوع هایی که در مذهب احناف است اون بحث علمی کرده است به حدیث ها. و دیگر که هست حدیث های کتاب ها زیاد هستند که حدیث ها را جمع کرده هستند. اعلال السنن یکی از کتاب های مشهور است، آثار السنن و دیگر که هست و غیر کتاب های هستند که امروز بسیار هستند در موضوع، یعنی که شرح کافی میگن شاید دیگه و حبیب سلیمان قاویجی و دیگر علما ها کتاب های دلیل ها بسیار دارند در مذهب احناف خواستن. اما این دو کتابی که گفتیم که نسب رایه و معانی الاثار طحاوی و اعلال السنن، اینا کتاب ها هستند که تمام دلیل ها از پیدا کردن ممکن هست. و هم خاطر هر یک طالب علمی مثلا که حنفی و غیر حنفی، اون نفرهایی که دشمن حنفی هستند، وقتی که مذهب حنفی را میخوان که رد کنن، یکم از این کتاب ها نظر کنن. به خاطر چی؟ به خاطر که از اون بسیار صحبت ها میکنند به جا و به علم. این یکی از مشکل های هم میشود در دنیا و آخرت که اون تهمت میزند، میگه شما بی دلیل گپ زدید یا که دلیل شما ضعیف هست. در اونجا به تحقیق دلیل هاش آورده و بگیم بسیار تحقیق و تدقیق کردگی هست که چقدر بگیم دلیل های زیاد دارن. خواستان طحاوی رحمه الله در موضوع رفع یدین باشد، در خون طهارت میشکند نمیشکند و در دیگر موضوع ها که مثلا که امروز در میان مردم شبهه میاندازن، اون طحاوی رحمه الله را در حقش ابن حجر اسقلانی گپ میزند، میگه که اون صدوق الحدیث هست. میگه حدیث های صحیح هستن، حسن هستن و حدیث هاش حجت میشود. طحاوی رحمه الله اون حدیث را که امام طحاوی رحمه الله وقتی صحیح گفت یا حسن گفت، اون حدیث حجت است علیه. خاصتا وقتی فقها با هم عمل کرده باشن، این دلالت میکند که اون حدیث هم صحیح بوده است، هم با او عمل کرده میشده است. و دیگر که هست انسان علمدار از بخاری هم، از ترمذی هم، از ابو داود هم، از نسائی هم و از دیگر کتاب ها میتونه که ادله های احناف پیدا کند. اما این برای این پیدا کردن این بکار است که مثلا اون طحاوی مثلا که مذهب احناف با او عمل کردن از کدام حدیث. اما امروز میخیزن میگن که اون حدیث ندارد یا که حدیثش ضعیف هست. شیخ فلانی خیلی گفت، اون شیخ ها کجا میستن؟ طحاوی رحمه الله کجا میستد؟ و که هست استادهای طحاوی رحمه الله وقتی که در تاریخش بخونی، استادهای طحاوی بگیم در زمان محدثین بدو قدر از زمان بخاری دور، بگیم که نبوده خیلی، حتی با بعضی استادهاشون و بعضی بگیم همدرس های اونها یک جوش دیگه هستند. به همون خاطر طحاوی و ابو داود رحمه الله را در موضوع رفع یدین مثلا که نبی صلی الله علیه و میکرد گفته، یک بار میکرد گفته، اونم حدیث آوردگی است. مثلا که ابو داود بگیم استاد در زمانی بگیم که محدثین کرام بودن اونها را، یعنی که اگر بخواهد هر نفری که ببیند در مذهب احناف دلیل هست یا نه، همین کتاب ها را نظر کنه ان شاء الله و خیلی خیلی هم استفاده میکند و میفهمد که دلیل بده است و دیگر شبهه‌ای نمیکنه ان شاء الله. و همون خاطر هر صحبتی که هر سخنی که در مذهب احناف هست در تحت و در اعلال السنن خاصتا تقریبا بگیم هر یک موضوعش بگیم 15-20 حدیث میاد و بحثی حدیثی میکنن، در سندش بحث میکنن. این چون هم نسب رایه را بحثای زیاد طولانی میکند که مثلا که میخواد حدیث میخواد صحت دارد و قوی هست. با یک چیز فراموش نکنیم، هر حدیث را که بخاری روایت کرد این معنی که باید عمل کنی، این خیلی نیست است. اون بخاری رحمه الله فقط روایت کرده است که همین حدیث صحیح است، نبی صلی الله علیه و آله گفتگی است، در حقیقت نبی صلی الله علیه و آله گفتگی است، اما گفتگی نیست که باید عمل کنید. چون که از حدیث ها بودن در اول اسلام بودن، رفته در آخر اسلام اونها چیز منسوخ شدن، مثل آیات ها مثلا. به همون سبب هر نفر میتونه بخوره هوی کنه از او قبض زدن بگیره و بگه با هم عمل کنید. مثلا این فقها و مجتهدین صحبت میکنن در این موضوع. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.